حالم اصلا خوب نیست. کمکم کنید. بله آقای دکتر، خیلی بهترم. اتفاقا همین الان باشگاه اومدم. من هیچ جوره نمیخوام جدا بشم. بهم بگید چی کار کنم. آره اتفاقا سجادم الان کنارمه. خیلی ممنونیم ازتون. سلام. حالم خیلی بهتره آقای دکتر، ممنونم. آره قربونش بشم. لجبازیاش خیلی کمتر شده. الان خوابوندمش بتونم ازتون مشاوره بگیرم. خیلی خوشحالم که خدماتتون تلفنیه. این روزا که سرم خیلی شلوغه، دغدغه وقت مشاوره رو دیگه واقعا ندارم. بله خانم دکتر، اتفاقا انقدر حالم خوب شده که توی محیط کار همه بهم میگن. امروز که از جلسه هم کنسل شد. گفتم بهترین فرصته که باهاتون صحبت کنم. خیلی خوبه که یه همچین بستری رو فراهم کردین که آدمای سرشلوغی مثل ما که هر موقع وقت داشتن میتونن ازتون مشاوره بگیرن. اینجا همکده است، خونه امن همه مردم ایران. ما اینجا با شما هستیم و خواهیم بود تا حال دلتون عالی بشه، تا مشکلاتتون رو به کمک مشاوران متخصص همکده حل کنیم. برای ارتباط تلفنی و فوری با مشاور متخصص در زمینه مشکلات خانوادگی همین حالا عدد 15 رو به سامانه 2154 ارسال کنید.